نویابر در شهر توشکند چمپیونات جهان اویدا گشتین سامبو آغاز یافت و علاقه در روز اول این مسابقات دو پهلوان توجک خوشقدم خسروف در وزن تو 64 کیلو و اکمالدین کریموف در وزن تو 50 کیلو رقیبان خود را شکست داده به مرحله نهایی یعنی فینال را یافتند. اکمالدین کریموف در دور نیمه نهایی پهلوان قزاق بولادبک رحیم قلوف را به حساب 4-1 شکست داده راهی مرحله نهایی شد. در فینال او با حریفش از روسیه خرتک سایان وارد رقابت می شود. خوشقدم خسروف که سال 2018 علاقه یک دفعه عنوان قهرمان سامبوی جهان را به دست آورده بود، حالا می تواند بار دوم عنوان چمپیون جهان را صاحب شود. تاجیکستان را در چمپیونات سامبوی جهان در توشکند 14 ورزشگر از جمله یک بانو شایده قلندر و نمایندگی می کند. 8 نفر آنها در مسابقات سامبوی ورزشی و 6 نفر در سامبوی رزمی برای دریافت مدال ها رقابت می کنند.